ولی اگه یه نفر روز عروسی خودت سفید بپوشه چیکار میکنی؟ میکشم. کانال رازیشو خوش اومدین. من دارم بر اساس کانسپت هر قسمت از برنامه زن روز استایل خودم رو با کمک هوش مصنوعی میزنم. در مورد قسمت 5 یعنی لباس برای مراسم عروسی خانواده همسر تو پرانتز جاری، نمیخواستم از چت جی پی تی سوال خاصی بپرسم، چون ما ایرانی‌ها دیگه عروسی زیاد رفتیم و میدونیم چجوری باید استایل کنیم. اما یه نظر کوچیک ازش گرفتم و اونم مثل همیشه دقیق و کامل با جزئیات جواب داد. عروسی تنها یه شبه و مهمترین شب عروس خانومه و اونه که باید بدرخشه. اینو حتی چت جی پی تی هم پذیرفته، اما بعضیا هنوز این موضوع رو درک نمی‌کنن. لطفاً با هر نسبتی از عروس و داماد لباس تماما سفید یا طلایی زیاد به گفته چت جی پی تی نپوشین. تاج، تور، لباس حجیم یا با تزیینات اغراق شده استفاده نکنید. البته از نظر من برعکسش هم خیلی خوب نیست، یعنی اینکه مخصوصا خانواده درجه 1 لباس یک دست و تماما مشکی استفاده نکنن. با اینکه مشکی همیشه شیکه و راحت استایل میشه و برای همه جا مناسبه، اما بهتره که توی روز عروسی حداقل با پارچه یا تزییناتی با رنگ متفاوت دیزاین بشه. چون پیراهن و لباس عروسی لایه‌ای نیست و نیازی به ترکیب نداره، من از بین چندین عکس زیبا از لباس شب‌های مناسب عروسی انتخاب کردم. در برنامه زن روز هم روند همینه، یعنی انتخاب یک لباس خوب متناسب با موقعیت، نه طراحی لباس. در کل برای اینکه لباس مناسب و زیبا انتخاب کنید، سنتون، فیزیک اندامتون، رنگ پوستتون، جایگاهتون در خانواده رو در نظر بگیرید و بر اساس نکاتی که چت جی پی تی در مورد این موقعیت گفته میتونید بهترین گزینه رو داشته باشید. من لباس مورد علاقه و مناسب خودم رو پیدا کردم، این لباس زیبا، و از چت جی پی تی نظر خواستم. خیلی خوشش اومد و کلی با جزئیات گفت که چرا مناسبه. نکاتی در مورد لباس و اینکه چرا انتخابم نمره 9.5 از 10 رو میگیره تو شورت بعدی میتونید ببینید. سابسکرایب کنید که کانال رو گم نکنید. تصویر این پیراهن بدون چهره و جزئیات بود که من با کمک هوش مصنوعی استایلش کردم. اینم نتیجه نهایی. شما اگر داور بودید از 10 چه نمره‌ای به لباس عروسی جاری میدادید؟ کامنت کنید.